بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشی اجمالی از فعالیت‌های علمی چند دهه اخیر مکتب استبصار شیخیه باقریه درباره امام زمان عجل الله فرجه. عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احصایی رفع الله شأنه در رساله‌های متعدد به موضوع امام زمان پرداخته و فضائل آقا بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه را بیان کرده‌اند و همینطور دیگر بزرگان دین رساله ها در این حوزه نگاشته‌اند. در این 4 دهه اخیر در مکتب استبصار فعالیت‌های علمی در زمینه معرفت به آقا بقیت الله صورت گرفته که همگی ریشه در فرمایش‌های بزرگان دین دارد. در این 4 دهه اخیر سخنرانی‌هایی در ذیل آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین انجام شد. این منابر بیش از 400 منبر و سخنرانی است و اکثر این منابر 1 ساعت است. موضوع اصلی این 400 منبر و سخنرانی شناخت فضائل امام زمان صلوات الله علیه و آشنایی با اعتدال و لطافت بدن این بزرگوار است. اما به مناسبت این موضوع اصلی برای روشن‌تر شدن بحث مباحث متنوع دیگری مطرح شده است. روایات تولد امام زمان، بررسی لقب بقیت الله، بیان تاریخ آنانی که پس از ولادت حضرت خدمت ایشان رسیدند، مختصری از تاریخ وکلاء اربعه در غیبت صغری و بعضی درس‌های اعتقادی و عملی، بررسی نظریه مهدویت نوعیه و بیان بطلان آن، وراثت امام زمان از ائمه گذشته، غیبت صغری و غیبت کبری و علل و آثار هر کدام، معنای غیبت، ماه رمضان و امام زمان، بررسی حورقلیا و پاسخ به شبهات، شعور بدن عنصری امام علیه السلام، بررسی پدیده مرگ و نقد نظر حکما در این باره، بررسی موضوع جزیره خضراء و آنچه گفته شده و نقد آن، مراتب جسد، تأملاتی بر اصل بقاء انرژی و اصل ثبات و تجدد. به مناسبت شناخت بدن و اعتدال بدن 1 جلد به موضوع خواب از نظر روایات و حکمت آل محمد اشاره شده و باز هم به مناسبت در 1 مجلد به مباحث مربوط به جن پرداخته شده است. می توان مجموع منابر بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین را دائره المعارفی سترگ دانست که در موضوعات مختلف تحقیقاتی ژرف ارائه کرده است. این مجموعه مباحث مورد توجه اهل مطالعه و پژوهش قرار گرفته و در منابعی به آن ارجاع داده شده است. برای نمونه در شماره‌ای از مجله معارف مقاله‌ای با عنوان فقراتی از نقد مکتب احصایی بر مکتب ملا صدرا منتشر شد. در این مقاله تلخیصی از مباحث 4 جلد کتاب شریف مباحثی پیرامون آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین منتشر شد. نگارنده مقاله در چکیده مقاله چنین نوشته است: اخیراً به 1 مجموعه 4 مجلدی تحت عنوان مباحثی پیرامون آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین برخوردم که چون حاوی نکات روشن کننده‌ای درباره دیدگاه‌های فلسفی مکتب شیخ احمد احصایی و نقاط مورد اختلاف آن با مکتب ملا صدراست، شایسته به نظر آمد که فقراتی از آن را تلخیص کنم. همچنین کتاب گرانسنگ و پرحجم کاوشی در کیفیت غیبت امام عصر عجل الله فرجه یکی دیگر از فعالیت‌های این عرصه در دهه‌های اخیر در مکتب استبصار است. مقاله‌ای در شماره 51 مجله معارف منتشر گردید با عنوان بحث انتقادی در نقد شیخیه بر حکمت متعالیه
و در این مقاله به طور مکرر به کتاب کاوشی در کیفیت غیبت امام عصر عجل الله فرجه ارجاع داده شده است. و اینها همه غیر از مباحثی است که به مناسبت‌های دیگر درباره معرفت به امام زمان در منابر مطرح شده است. برای نمونه آیه شریفه و من قتل مظلوما در ذیل فقط جعلنا لولیه سلطانا مطالبی بیان شده است. در این دهه‌های اخیر علاوه بر سخنرانی‌هایی که اشاره شد، پاسخ به پرسش‌های حکمی و اعتقادی درباره امام زمان و طول عمر ایشان و نگاشتن رساله‌های کوتاهی درباره فضائل ابدان معصومین و موقعیت امام زمان را باید در نظر داشت. همچنین اشعاری که درباره حضرت بقیت الله عجل الله فرجه سروده شده، جلوه‌هایی دیگر از زحمات دهه‌های اخیر مکتب در زمینه مهدویت است. در این سالها اشکالاتی که نوع مداحان و ذاکران در نقل فضائل امام زمان دارند اصلاح شده و تذکراتی در زمینه نوع قرائت اشعار در فضائل این بزرگوار مطرح شده است. یکی دیگر از اقدامات و فعالیت‌ها در عرصه مهدویت قرائت دعاها و صلوات‌هایی با مضامین توسل به امام زمان عجل الله فرجه و صلوات الله علیه است که در تعقیبات نمازها یا در مجالس ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیهم السلام خوانده می شود. تأکید بر استفاده از لقب یا ابوالقاسم از دیگر بیانات مکتبی است. توضیحاً عرض می شود لقب ابا صالح اگرچه به عنوان لقب حضرت معروف است، اما در روایات نرسیده است. تنها موضعی که اشاره شده این است که حضرت به ابوبصیر فرمودند اگر در بیابان گرفتار شدی بگو یا صالح یا ابا صالح. درباره مراد از این تعبیر نیز میان علما نظراتی مطرح است. اما لقب ابوالقاسم صریح روایات است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در شأن امام زمان فرمود المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی. آنچه اشاره شد در نوشتار اندک و در واقع و عمل بسیار پررنگ است. این گزارش اجمالی دورنمایی از توجه به ساحت آقا بقیت الله الاعظم است در روزگار فعلی مکتب استبصار. امید که این معرفت و محبت به امام زمان در میان شیعیان اثناعشری روز به روز پررنگتر شده و این زحمات و اقدامات سبب اصلاح نفس گردیده و لایق دیدار جلوه آن نگار گردیم. اللهم ارنا الطلعة الرشیده والغرة الحمیده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.